امروز در حوزه انتخاباتی بسیارمندتی رقم 4 در شهر دوشنبه، جلسه یکجویای مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه‌های فردوسی، اسماعیل سامانی، شاه منصور و سینا آید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. آن طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تعیین نمودن انتخابات دعوت نوی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق از 4 دکمبر سال 2024 آید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در انتخابات از 222 وکیل انتخاب کننده مجلس‌های وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن 215 تای آنها شرکت ورزیدند. باید قید کرد که مجلس‌های وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه‌های فردوسی، اسماعیل سامانی، شاه منصور و سینا 5 نفر نامزد را به اعضاگی مجلس ملی پیشبری نمودند. از جمله طبق مقررات قانونگذاری عمل کننده ضمن آوازی پنهانی از جانب وکیلان نامزدی رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه از جانب مجلس‌های وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن، کریمزاده منیره باباخان سرطبیب مؤسسه دولتی بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری‌های سیریاتی کودکانه از ناحیه فردوسی، محیدین نوریدین دولتعلی رکتور مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا از ناحیه اسماعیل سامانی، دولتزاده قدرت قنبر رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی از ناحیه شاه منصور و خوشوقتزاده قابلجان خوشوقت پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان از ناحیه سینا پیشنهاد گردیده بودند. پس از انجام آوازدهی، کمیسیای حوزوی انتخابات آوازهای داده شده را حساب نموده نتیجه انتخابات را اعلام کرد. در نتیجه به طرفداری نامزد رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه 100% آوازهای وکیلان انتخاب کننده، به طرفداری کریمزاده منیره باباخان 98% آوازها، به طرفداری محیدین نوریدین دولتعلی 98% آوازها، به طرفداری دولتزاده قدرت قنبر 97% آوازها و به طرفداری خوشوقتزاده قابلجان خوشوقت 99% آوازهای وکیلان انتخاب کننده داده شدند. همین طور همه نامزدها شماره آوازهای لازمی را گرفته اعضای مجلس ملی انتخاب شده اعتراف گردیدند. با همین جلسه یکجویای مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، ناحیه‌های فردوسی، اسماعیل سامانی، شاه منصور و سینا آید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان کار خود را انجام داد.